این قسمت میخوایم در رابطه با 1 ساله شدن کانال یوتیوبمون صحبت بکنیم و سفرمون به آمریکا. امان کرو سیصد و شصت. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما بالاخره بعد از یه غیبت کبراتوری تا الان جز بزرگترین غیبت هامون بوده دیگه، نه؟ برگشتیم. آره، ما یه تقریبا 2 ماهی نبودیم، چیزی که فکر میکنم. حالا چیزای ویدیوهای دیگه گذاشته بودیم ولی همچین ویدیویی رو یه 2 ماهی نبودیم. آره. حالا دلایل زیادی هم داره. خب یکی این که فصل تابستون بود، بچه ها اغلب حالا یا سفر بودن یا بالاخره میخواستن از اندک هوای گرمی که در تابستان آلمان میاد لذت ببرن. دیگه ما هم برنامه ضبط نکردیم. بعد دیگه ما مریض شدیم. منم به مشکل برخوردم خونه. تو هم به مشکل برخوردی تو خونت. آره. بعد دیگه اینجا کرونا دوباره زیاد شده. من که گرفتم 2 روزی تب 39 درجه داشتم، 3 روزی کاملا بدن درد. اصلا ببین قضروفای دستم، این بند انگوشتم درد میکرد. یعنی مثلا مناز حوله خونک میذاشت که مثلا تمام بیاد پایین، این حوله واسم سنگین بود، انگار مثلا وزنه رو سرمه. ولی خیلی هم زود خوب شدم. یعنی مثلا به 1 هفته نشد که دوباره سر پا شدم. بعد اینکه بعدم واکنشون قبلا هم این اتفاق افتاده، آنتی ویروسش قبلا که 2 بار ما تا حالا کرونا گرفتیم، 3 بارم واکسنشو زدیم دیگه. چی آنتی ویروس تو بدنت هست دیگه خودش سریع از بینش میبره. آره. مهنازم که خیلی خوشحال بود که میگم منو که نمیگیره. آره. من آخه تو این 3 باری که آرش تا حالا کرونا گرفته بود، ما خب توی خونه ایم دیگه، من هیچ وقت ازش نگرفتم، هیچ وقت. با اینکه همش کنارم، بعد دفعه گفتم نه بابا من که کرونا نمیگیرم، نمیدونم تو نزدیک منم بشی، من دیگه شما آره رو نمیبینم، امکان نداره من از تو مریضی بگیرم و اینا. آقا فرداش یه جوری افتادم. درست روزی که من یه ذره سر پاش شدم، مهناز یه ذره رفت دیگه. آرش بعد از من مراقبت میکرد. بد جورا، خیلی بد. ولی خب بدنت بیمه شد. ولی من تست میدادم منفی بودم. آرش مثبت بود، فکر کنم ویروس ضعیف‌ترشه. آرش خیلی ذره قوی‌ترشه. آره. من تست دادم تازه. من 2 روز بعد از اینکه تبم تموم شد، آخر هفته بود دی، شنبه بود، رفتم دوشنبه رفتم یا 3 شنبه رفتم دکتر. 3 شنبه رفتی دکتر؟ داده دوشنبه شب نه 3 شنبه رفتم دکتر، گفت کرونا داری برو تست بده. اومدم خونه، یه تست قدیمی داشتم، نمیدونم تاریخ مصرفش هم نگذشته بود، یعنی هنوز خدا رو شکر تا عکسش تا 26 داشت. آره تا 25 26 داشت. همین مواد رو ریختم قرمز نداشت تکون بخوره. اصلا ببین مثلا نوشته بود باید 4 دقیقه صبر کنی، تو همون 30 ثانیه اول معلوم شد. آره خلاصه اینطوری. بچه‌ها ما الان 1 سال داریم ویدیو میدیم. یعنی از اون اکتبر تا این اکتبر. آره 1 سال دقیقاً. نظرتون چیه؟ زود گذشت نه؟ زود گذشت. و اینکه یکم چالش‌های اینو داشتیم که چه شکلی بتونیم سرگرم بکنیم و چه مطالبی رو بگیم. مطالب میگشتیم، مثلا خب با بچه‌ها شما این پشت پرده اینا نه، مثلا ما مطالبا رو با هم دیگه مثلا چک می‌کنیم. آرش میگه مثلا اینجاشو مثلا بگیم، مهناز میگه مثلا راجع به این مطلب صحبت بکنیم بهتره، بیشتر به درشون می‌خوایم. مطالب و چنج کردنش با هم دیگه یکم سخته، ولی خب یه جوری شما انرژی میدید با لایکاتون، با بالاخره فالو کردنتون و اینکه خوشحالمون میکنید. ما هم همین انرژی رو میگیریم میریم جلو. حالا باز نظر آرش ببینیم آرش چی میگه. نه اول خانم بگن نظرشو، من آخر سر من نظرم اینه که خب ما چون این کارو به عنوان کار تمام وقتی که نمی کنیم، هممون کار ثابت خودمون رو داریم، چالش‌های تو هفتمون مثلا همین جوریش پره با کار خودمون و کار خونه‌مون و بالاخره روزمرگیمون، و اون تایمی که بعد بذاریم که فیلم بگیریم، بعد حالا ادیت کنیم، اوایل ادیت بلد نبودیم،
چقدر بیشتر طول میکشید ادیت کردن برای هر مثلا ویدیو 1 ساعته ستایی میشستیم فقط اول یاد بگیریم مثلا چجوری که بعدن دیگه خب آرش شروع کرد ادیت کردن و اینا. بعد به نظرم سختی کار اینه که حالا به جز این که زمان واقعا ما کم داریم، اینه که برای خود من بعضی موقع مثلا سواله که واقعا بیننده دوستان چی بشنون، مثلا این چیزی که ما داریم میگیم واقعا جالبه براتون یا مثلا دوستان چیزای دیگه جالب تره؟ چون من فکر میکنم خیلی فیدبک کمی میگیریم از بیننده ها. خب چون خب بالاخره یه سری نگاه میکنن، چون خب عدد میفته دیگه چند نفر دارن نگاه میکنن، ولی فیدبکشو نمیگیریم که آقا مثلا این روش خوبه ما داریم ادامه میدیم یا مثلا چیز دیگه بهتره. این یه سواله برای خود من. این سکوتشون فکر کنم علامت رضایت. نه ببین اگر رضایت باشه خب ویوهامون باید مثلا همیشه بالا باشه، ولی مثلا تو یه ویدیویی میبینی بالاست، یه ویدیویی میبینی مثلا 40 تاست 70 تاست. یا ما توی اون الگوریتم یوتیوب مثلا ویدیوهایی میپیچه یا نمیدونم بچه‌ها وقت ندارن. البته اینا میگم که اینترنت ایران هم که جز داغونترین اینترنت‌های دنیاست دیگه همه میدونن. علاوه کیفیت سرعت و اینا واقعا ما هیچ وقت سعی نکردیم که 4K بذاریم، یعنی فیکا که آلمانیش 4K، اکثرا سعی کردیم HD بذاریم و نمیدونم دیگه ما چون داریم ما بحث یکی میاد میگه که من میخوام پول در بیارم از این، خب واسه اون پول در آوردنش پلن میکنه، ویدیو میبینه، نگاه میکنه چی ویدیو وایرال شده میره این همونو میسازه مال اونم وایرال بشه. ولی ما چون بحثمون اصلا بحث پول در آوردن نیست، پولم باشه کی از پول بعدش میاد خیلی هم خوبه، ولی ما داریم کار دلی انجام میدیم، کاری که دلیه، کاری که هابیته. خب به فکر پولش نیستی، ممکنه این پول اصلا هیچ وقت در نیاد، ولی تو به خودت گفتی آقا من یه تایمی رو یه چنین حرکتی انجام دادم و حداقل یه عده‌ای رو آگاهشون کردم، چیزی که دستم برمی اومده. خودمون هم یاد گرفتیم بیشتر. به خودمون هم اینو می‌خواستم، به خودمون واقعا اون دوره خوش گذشت، مثلا حتی اون اوایلش که بیشتر به نظر اون اوایلش که مثلا یه ویدیو می‌خواستیم بگیریم 4 بار ضبط می‌کردیم. دیگه شب آرمین اینجا می‌خوابید، آرمین جمعه شنبه یک شنبه اینجا بود، مثلا ما هم غذا درست می‌کردیم فلان می‌کردیم، به حرف می‌زدیم چیکار کنیم چیکار نکنیم تا آخر شب مثلا بیدار بودیم و اینا. اونش به من خیلی خوش گذشت. آره بچه‌ها یه روز ضبط می‌کردیم، یه روز می‌خواستیم ببینیم چی میگیم. آره دقیقاً. یه روز ضبط می‌کردیم، یه روز هم ادیت می‌کردیم، تازه تموم نمی‌شد ادیت. من یادم تو طول هفته طول می‌کشید من ادیت بکنم. آره خیلی بود. بعد منم بلد نبودم ویدیو درست بکنم که واسه اینستاگرام خواستیم بذاریم. من چقدر طول می‌کشید، بعدن یه راههایی پیدا کردیم، آرش اینو پیدا که من اونو پیدا کردم. آره من الان که اوناش دیگه دیدی که من خودم میکنم، چون تق 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 آره. دو تا اینجوری میکنه دو تا اونجوری میکنه، ثانیه به ثانیه‌اش خیلی سخت بود نوشتن. آره. واقعا تایپ کردن. بعد حالا در کنار اون بعد اینم در نظر بگیریم که مثلا آرش ادیت موقعی که میکنه خب بعد گوش بکنه صدا رو یه جایی من خب صورتمو اینور میکنم، آرش رو اونجا کار خیلی کارهای خیلی مختلفی انجام میده رو اون ویدیو. اون ادیت شد الان مثلا ببینید یهود بعد از یه روز مثلا 2 روز آرش میذاره درجا میذاره، اونم کار داره، ولی خب چون حرفه‌ای شده یه سری تنظیمات رو انجام داده و کلی هم هزینه کردی چی کجاست حاجی. ما الان داریم چی به فارسی آبونمانه، یعنی ماهیانه داریم به کانوا پول میدیم. بله. برای پریمیومش. ماهیانه داریم به خود یوتیوب پول میدیم برای پریمیومش. ماهیانه داریم به این کپکات پول میدیم برای پریمیومش. ماهیانه داریم واسه این دستگاه که بتونیم اینا رو ضبط بکنیم پول میدیم. صدای خوبی داشته آره. این چیزی در ماه فقط در ماه میشه 110 حالا پلوس مینوس به اضافه 110 تا. فقط اینش در ماه 110 تاست. حالا به غیر از اون هزینه‌ای که میکروفون و فلان، به غیر از اینکه حالا اینا که خریدیم اینا مثلا میکروفون عوض کردیم. آره اصلا وای فای بخر، اینو بخر، وایلسشو بخر، تکی بخر، دوتایی بخر، چهارتایی بخر. یعنی یاد گرفتیم خودآموز بود دیگه. ولی خب
ما بگو یه پنی، یه سنت، یه ریال تا حالا در نیاوردیم. نه خب الان فعلا فقط مثلا دلی بود. آره. لوکیشن عوض کردیم، اول اتاق پایین بودیم بعد اومدیم اینجا رو درست کردیم، صندلی خریدیم، میکروفون خریدیم. خب اینا همه بعدن بود. مثلا ما اول اصلا این دم و دستگاهی که نداشتیم، با خود موبایل ضبط می‌کردیم، میکروفون هم فکر کنم نداشتیم اولش. بعد این میکروفونای کوچیک گرفتیم، دیدیم به درد نمیخوره، اینو گرفتیم. یعنی یاد گرفتیم دیگه. الان یکی بیاد مثلا بگه من میخوام کانال یوتیوب بزنم چی کار کنم، ما میتونیم بهش کلی. و مهمتر از همه اینه که اولش حالا من دیدم یه عده حتی با میکروفون همین ایرپادا میگیرن و اینا. خب ولی حالا کسی بخواد واقعا یه چیزی مناسب ضبط بکنه، به نظر من حالا اگه بگی موبایلم خودش داشته باشه، فقط واسه میکروفون و اینا باید مثلا یه میکروفون و پایه و نور 1000 تا بذاره. دقیقاً چیزی که باشه که کیفیت داشته باشه. الان شنونده ها برن شماره 1 و 2 و 3 برنامه رو ببینن که ما با صدای چیز ضبط می‌کردیم. خود بگو موبایل میکروفونه. آره از اول میکروفون کوچیک نبود. چرا میکروفون بود؟ از اول میکروفون کوچیک داشت. برنامه اولمون که با مهناز ضبط کرده بودیم میکروفون کوچیک بود. آره چیز کردیم برای اول میکروفون بودیم فقط ما اونجا. آره اون بدون چیز بود، بدون هیچی بودش. ولی در کل خب صدای اونو الان برم ببینم با این صدا. آره خب خیلی آخه میدونی مشکلش چیه؟ من فکر می‌کنم قدیما مثلا چه میدونم حتی 4-5 سال پیش اگه شما کانال یوتیوب میزدی ویدیو تو هر کیفیتی هم میذاشتی بالاخره نگاه میکنن. الان چون همه با کیفیت دارن کار میکنن، اصلا ویدیوهای یوتیوب رو میبینی مثل فیلم سینمایی ان، همشون کیفیت ویدیو بالا، کیفیت صدا بالا. بعد خب تو میخوای تو اون حد باشی دیگه و که بعد پادکستش هم استفاده کنن دیگه. آره. کسایی که نمیتونن ببینن پادکست استفاده بکنن. ما الان حتی پادکستمون هم وقت نشده راه بندازیم، فقط اسپاتیفای رو رجیستر کردیم و سلام. خیلی هم کار داره. آخه مشکل واقعا وقته. ما تو طول هفته وقت خیلی کم نمی‌کنیم اصلا کارو به قولم همه. بچه خب شما یه سفری هم داشتید به آمریکا، آره توضیح بدید برامون چه شکلی بود، آب و هواش چطور بود؟ ببین آمریکا نسبت به اروپا یه دنیای دیگه‌ایه، یه لیگ دیگه‌ایه اصلا. یعنی اصلا کامل همه چیش فرق میکنه. تو امریکا آره چیز جذبت کرد که میدونی. ببین من خودم عاشق آبم، یعنی خب تو دبی آب داری ولی کوه نداری. آره خب تو دبی آب داری، صخره نداری، کوه نداری، تپه نداری. تو آلمان تپه داری، حالا صخره هم، حالا تو کوه گنده میخوای باید بری جنوب آلمان، آلپ و اینا. بازم آب نداری. آبی که ساحل داشته زلال باشه. نه منظورم این که ساحل، میدونی چی میگم، یه ساحل خوب داشته باشی، اینوری بشینی جلوت آب دریا باشه، بچرخی اینور مثلا اون ته کوه ببینی. اصلا تو فکر کنی چقدر قشنگ میشه واقعا. اصلا تو ذهنت تصور میکنی میگی واو اونجا همچین چیزی رو داری. و من دیدم و من گفتم واو. من همیشه با آرش میگفتم جای ایدئال من برای زندگی کردن یه جاییه که هم دریا داشته باشه هم کوه. آفرین. مثلا همه رو داشته باشی، هم بتونی بری تو آب، مثلا اونجا که دیگه اقیانوسه مثلا بتونی بری تو آب، همین که کوهستانی هم مثلا باشه. این قشنگترین چیزیه که خیلی جالب بود. این البته علاوه طبیعتش رو دارم میگم و منها این که کلا لس آنجلس جزو شهرهاییه که گرمش 36-8 درجه است، یه تایم کوتاه دیگه گرمش سردش 15-16 درجه است. خب خوبه پس. یعنی آره نه اون گرمای آتشینو داره، حالا نه اون سرمایه وحشتناکو داره. بارون هم که سالی میگن 4-5 بار 10 بار بیشتر نمیاد. مثلا اکتبر رفتیم دیگه، پاییز. اینجا هوا چی بود؟ اونجا هوا یخ می‌زدیم تو بارون 27 درجه، هر روز 26 درجه، آفتاب کامل. اصلا
اینجوری بود که من به آرش میگفتم وای من تو آلمان هر شب قبل اینکه ما بخوابیم هوای فردا رو چک میکنیم، چون آرش پیاده میره سر کار، هوا رو چک میکنه که ببینه بارون میاد، سرده، مثلا چی بپوشه، چت ببره نبره. اونجا تو اصلا لازم نبود چک کنی، حداقل تو اون 2 هفته‌ای که ما اونجا بودیم میدونستیم که صبح مثلا هیچ چمرات نباده بعد تیشرت تنت باشه، بعد از او تا آفتاب غروب میکرد یهو 10 درجه هوا میومد پایین، یعنی ظرف 2 ساعت ظرف 2 ساعت یهو مثلا 28 میشد 19 چه میدونم 25 میشد چه میدونم 17. خالی بود. ببین برای که اینجا تو آلمان خود من مثلا این همه سال اینجام تنها چیزی که میگم هیچ وقت نیست و همه ازش مینالن کمبود آفتابه. یعنی فکر کنم برای همه آلمانیان نه فقط برای من بهش جاییه که همیشه آفتاب باشه. چون دیدی که اینجا یه روز آفتاب میزنه همه میریزن، همه حالشون خوبه، انرژی فلان اینا، دوباره فرداش که ابری میشه هیچکی حوصله زندگی کردن نداره. راست میگم نیم ساعت اینجا آفتاب باشه همه میبینی نشستن بیرون. بعد تو فکر کن مثلا دیگه خودمون تو ایران بودیم دیگه، همش آفتابی و هوا خوب بود. خدای ایران 4 فصل رو داشتی. بهترین هوا بود تو ایران به نظر. یعنی اصلا گرماتو داشتی، حالا مثلا به قول تو محترم گرماتو داشتی، بعد یه پاییز نارنجی تو داشتی، زمستون برفت هم داشتی، هر از گاهی چند سال دیگه برف 2 سال میاد. بهارت هم که خوب بود. من یادم نمیره اون موقع که ایران بودم 13-14 سال همین اون تایما همیشه عیدا یه نمور برفکی یه جاهای هنوز مونده بود. یعنی اینطوری نبود که بگیم 100% چیزه، ولی ارتفاعات حالا مثلا یه چیزایی مونده بود دیگه. مثلا جنگ مال 30 سال پیشه، نه 30 سال چیه 20 خورده یالا 27 سال پیشه مثلا اون موقع یه نمور برفکی بود، برف بود، بعد لای اینا میبینید چند تا شکوفه در اومده. حال میکرد 3 ماه که اوجش هم بهمن بود خیلی سرد میشد دیگه. دیگه از وسطای اسفند میرفت یه ذره هوا به گرمتر. میدونی اینجا عوضش تو آلمان، حالا ما داریم آلمان زندگی میکنیم ناشکری نمیکنیم، ولی خب این 7 ماه به قول خودشون آفتاب در نمیاد. آفتاب نداریم دقیقاً نیمه ابری. 7 پارسال تو 7 ماه سال 23 به 24 خب ما الان مثلا 25 23 24 آمار که خودشون دادن تو 7 ماه سرجم 24 ساعت آفتاب نبوده، همش ابر. حالا بابا بارون هم نه سالم تابستون رو دیدی دیگه، اصلا تابستون رو نداشتیم واقعا. مثلا یه ماه هم نشد بابا چی، یه 2 هفته 3 هفته فقط بارون بودی، 2-3 هفته بارون بود، یه هفته هوا روشن بود. تو میگفتی اوکی حالا این آخر هفته که نمیدونم سر کارم هفته دیگه تعطیلی بگیرم برم لب دریاچه، میبینی بارون. واقعا آفتاب خیلی برای روحیه آدم مهمه. تو الان نگاه بکن کشورهایی که همیشه آفتابیه مثلا اسپانیا و ایتالیا چقدر مردمش خونگرم و اینجوری مثلا شو. دقیقاً می‌خواستم همین ازتون بپرسم مردمشون چه شکلی بودن. مردمشون خیلی مهربون بودن، یعنی اصلا هیچکی عبوس نبود، ارتباط برقرار بود. تو خیابون راه میرفتی همه نگاه می‌کردن لبخند می‌زدن، نمیدونم خود آمریکایی‌ها که اصلا خیلی اوکی بودن. و تو هر مغازه‌ای میرفتی طرف مثلا داشتش میرفتی یه چیزی بخری، کاسه چی میشه دم صندوق میرفتی بلا استثنا همیشه ازت میپرسن روزت چطوره، مثلا از کجا میای، من چطوری فلان اینا. تقریبا هر جا وای میستادیم یه 10 دقیقه صحبت میکردیم. و مثلا اینجا دیده آلدی میری خرید تون یارو نگاهت هم نمیکنه، سلام هم بهت نمیده، یه هالو میگه، یه آفیدزین میگه بهت. اونجا لوازم‌ها رو می‌ذاری پرت می‌کنی. اونجا مثلا پشتت صفم باشه برای یارو مهم نیست، وقت برای تو باید بذاره، با تو صحبت کنه. این احترامش رو می‌خواستم اتفاقا بپرسم که یعنی خودت گفتی چیزشون سرویس به مشتریشون عالیه. برات قشنگ میذاره تو کیسه، میذاره تو سبدت. حالا اینجا میچینه تا این بالا 78 یورو. بعد موقع نمیگه اصلا. بعد حالا تو الان پول اینو بدی یا اونا رو بذاری. من امتحان کردم، پولشونی که میدی میره رو بعدی که میره دستشون اینجوری میذاره، این یکی ها رو میزنه که مال تو قاطی نشه. خب 2 دقیقه صبر کن بابا،
یه دونه صندوق باز کردی بکنش 3 تا. این همه آدم داری تو اینجا زندگی میکنن، یعنی دارن خرید میکنن. اونجا مغازه کوچیک هم میرفتی 2-3 تا صندوق داشت، یعنی اصلا اتومات داشتن، یعنی بیشتر از 7-8 تا هم زیاده، بیشتر از 5 تا 6 نفر توی یه صف نبودن. نه دیگه بیشتر. تا بیشتر از 5 تا میشد یه صندوق دیگه باز میشد. فروشگاهشون بزرگ بوده پس. ببین کوچیک بود، بزرگ بود، زنجیره‌ای بود، عادی بود، همه جوره بود. پس خوب بوده. اونجا کشور کپیتالیه، یعنی تو میتونی حتی یه سوپرمارکت کوچیک خودت هم داشته باشی. اینجا هم دیدی که میان مثلا ترکا و عربا میان میزنن. خب تو ترک و عربا میان میزنن، دقت کرده باشی یه ذره آدم تو اونا راحت‌تر خرید میکنه. حالا باهات سلام و احوال پرسی هم نکنن، حداقل این فضایی که جنسات میاد پایین زیاده. جنسات میاد پایین، استرس نمیده، خوشم سب میکنه، تو وسایلتو جمع کنه بعد میونه سراغ بعدی. ولی تو آلی لیدل روه میری خرید میکنی، انقدر جا دارن. خب مرد حسابی، زن حسابی، آلدی حسابی، روه حسابی. ما یه چی بهش میگم واگن خرید کردیم، یه چرخ دستی خرید کردیم، اصلا هر جور حساب کنی علاوه فیزیکی اینا اونجا جا نمیشن. زمانم اصلا میخوای تا اون رو جابجا بکنی. آره دیگه، نمیتونی بندازی که مثلا گوجه میشه این من با آره دیگه باید بچینی مثلا چه میدونم چیزای سنگین اینور بذاری، نرما رو اونور بذاری. ولی چیزی که واقعا مثلا من تو مردمش هم حس میکردم این که خیلی مردم ریلکسی داره. مثلا اینجا بیشتر ما تو استرس میونه. خود من اینجوریم، یه جا میخوام برم سریع فقط میخوام کارم انجام بدم، بدو برم خونه، وای بدو ساعتو نگاه کن، الان مغازه میبندن اینجوری اونجوری. ولی اونجا خیلی ریلکس زندگی، چون که خب مغازه‌هاشون تا دیر وقت باز، یک شنبه ها بازه. میدونی این استرس این که وای بدویم وقت نداریم کارا رو به انجام بدیم یه ذره اونجا کمتره. این چیزی خب ببین من از آدما حس می‌کردم. ناکو این نظم و وقت شناسی آلمانیا باعث میشه که تو به استرس پیدا بکنی. آره دقیقاً. تو اگه 5 دقیقه قرار دکتر تو دیر بری، دکتری که بعد 3 ماه بهت وقت داده رات نمیدن دیگه تموم شد، دوباره میگه یه قرار جدید بگی برو 3 ماه دیگه بیا. ولی اونجا اینجوری نیست. میدونی تفاوتش اینه، این استرسی که الان اگر نرسم دیگه کسی من تحویل نمیگیره رو اونجا نداری. حالا یه سوال دیگه، رفتار پلیس زمانی که شما وارد خود فرودگاه شدی باهاتون چطور بود؟ پلیس آلمان چطور بودش؟ کلا حالا تو سفرهایی که رفتید میخوام این تفاوت اینم داشته باشیم که ببینیم رفتارشون چه شکلی بود. پلیس آلمان که ما اصلا برخوردی تو فرودگاه اینا باهاشون نداشتیم. چون همه چی لیزریه دیگه، این اسکن میکنه. آره جدیدن راست میگه. آره نشسته اون تو. ولی ولی خب تو آمریکا که میرسی کسایی که ویزا دارن جدا هن از کسایی که حالا چیزن. اینم می‌خواستم براشون توضیح بدم. اوکی بودن، جدی بودن. خب جدی بودن ولی جدی نبودن که تو به ترسی ازشون. خوشرو بودن. پس خوشرو بودن. بعد خیلی هم حالا بستگی به آدمش هم داره، ولی خیلی هم از ما سوالی مثلا نپرسیدن. از اون فقط پرسید کجا میخوایم بریم زندگی کنین؟ گفتیم که خونه عمه مرناس. چند وقت میخوایم بمونین؟ گفتیم بلیط برگشتمون فلان تاریخه، 3 هفته است. خیلی خوش اومدین، فقط وایسین من ازتون یه عکس بگیرم. همون عکس که میگیره با عکس پاسپورت میره تو دیتا بانکشونو. تمام. یعنی شاید نفری 20 ثانیه. آره چقدر عالی. اصلا هیچ چیز خاصی نپرسید. چون من افرادی سراغ داشتم، حالا از نمیدونم، حالا از کانادا بودن مثلا برفرض اومده بودن داخل آلمان، بعد هم توی کانادا ازشون سوال پرسیده بودن، هم توی آلمان که رسیده بودن سوال پرسیده. می‌خواستم ببینم که آمریکا قانونش چه شکلیه، که اونا هم همین پاس خب آلمانی رو داشتن. ولی خب این سوالا رو می‌خواستم ببینم رفتار پلیس اونجا چه شکلیه که برای بیننده هم بگیم که بدونن تفاوت‌ها چیه. پس قانونا خوب بوده. من فکر می‌کنم آدم با آدم فرق می‌کنه. چون ما هم قبل اینکه بریم خیلی‌ها بهمون گفتن آره اونجا نمیدونم ممکنه ازتون سوال بپرسن جواب بدین، نمیدونم با پلیس اونجا چیز نکنین و اینا. ولی اصلا از اول اینکه ما کلا برخوردمون با همه اوکی، یعنی اونجوری نیستیم که بخوایم جواب پس بدیم به پلیس و اینا.
هرچی ازم بپرسه تو جواب میگفتم به میدم. ما با پلیس ولی- بحث نکنیم. ما چه بحثی گفتم دارم با مثلا پلیس چند نفر بحث کردن بکنم؟ برشون گردونه. گفتم آخه آدم عاقل ببین. که با پلیس بحث نمیکنه وقتی تو داری وارد یک کشور میشی. ولی میگم آدم با آدم فرق میکنه دیگه. جریان میدونید چیه؟ یارو میگه آی فلان به فلان پلیس آمریکا. خب چرا؟ آره من کلی وسیله هامون نذاشتم وارد کنم. حتما وسیلات خب ایراد داشته دیگه. آفرین. وسیلات چی بوده؟ 2 کیلو سبزی قرمه، 2 کیلو سبزی آش، 4 کیلو نخود فلان، 10 کیلو فلان و یه قابلمه عمه پز نمیدونم آبگوشت فلانی. به اضافه حتما تخمه آفتابگردون و سبزی‌ها هست که میکارن. اونا هم خب جزء قاچاقه. بابا اصلا یه چیزی بهت بگم. اینا اصلا آخه خب عزیز من تو میخوای اصلا چی با خودت بیاری بعد میگی فلان فلان اونا همه چی هست. اصلا قانون داره. هر چی که تو آلمان هست اونجا هم هست. اونجا بهترش بیشترش و متنوع‌ترش هست. یعنی ما 2-3 تا سوپرمارکت ایرانی رو که رفتیم خیلی چیزای بهتر و متنوع‌تری نسبت به آلمان داشت. آره یه چیزی که به چشم من خورد ماست موسیر. ما ماست موسیر اینجا نداریم. توی لیدل داریم من دیدم. نه ماست موسیر ماست موسیر ایرانی نه ساکسیکیه. اون ساکسیکی نه. کاله. ماست موسیر کاله آره نداریم. آره دقیقاً. حتی تو مغازه ایرانیامون هم نداریم. اونجا حتی ماست تو خود ایرانمون الان قفله. آره ماست و ماست موسیر و همه چیز ایرانی. تو شیر ایرانی داشتن. همه چی. آقا شهردار بیورلی هیلز ایرانیه. بیورلی هیلز یه منطقه‌ایه درست توی خود لس آنجلس، منطقه بسیار گرونیه، منطقه‌ای که یه خیابونش که حالا مثلا من رفتیم دیدیم بیژن رو داره، بهترین مارکا و خفن‌ترین مارکا و اینا همه تو اونجاست و خفن‌ترین ویلاها که از پایه کوه که هرچی میره بالاتر این ویلاها خفن‌تر و چند 10 میلیونی تر میشه. خب اصلا شهردارش ایرانیه که هیچی، میگن نصف بیشتر بیورلی هیلز مال ایرانی هست. یعنی یکی از خفن ترین جاهایی که مثلا چه میدونم چیه لانا در ری خواننده ها همه مثلا دوست دارن تو اون مناطقا زندگی بکنن. خب اینا همه هالیوود دیگه. خونه دارن اینا. مثلا چه میدونم ممکنه تام کروز مثلا خونه بغلی یه ایرانیه باشه یا مارک زاکربرگ بالای کوه بود به ما نشون دادن که اونجا یه دونه ویلای واو داره و مثلا میگفتن این کوچه همش ایرانیه. اصلا این یارو که ما را برد این که دوستامون بنجامین میگفت این کوچه همش ایرانیه. حالا اینم ته کوچه اون بالاست. خوبه که موفق شدن و اینکه آدم میتونه بگه ما ایرانی‌ها میتونیم. به ایرانی‌ها اونجا خیلی احترام میذارن. میگی ایرانی‌ها اصلا میگی ایرانی‌ها بعد ایرانی رو هم پرژین میشناسن. مثلا بگی پرژین چون پرژین اسکوئر داریم ما اونجا منطقه ایرانی‌ها داریم. مثلا اونجا که آره ایرانیان اسکوئر نداریم پرژین اسکوئر داریم. خب واقعا همین مثلا میگی پرژین آقا این پرژین اسکوئر خیابونه رو که میری چپ و راست رستوران ایرانی کافه ایرانی کتاب فروشی سوپرمارکت. حالا این فقط تو پرژین اسکوئر که مثلا چه منزه بولوار ولیعصر تا پایینه. تو هر منطقه هم میری پر ایرانیه. اصلا اینجور که تو داری الان تعریف میکنی اصلا تو مثلا چهره تو اون طرز صحبت کردن که داری تعریف میکنی انگار خود حس میکردی که تو ایرانی. خیلی بهت چسبید اونجایی که من چی گفتم اونجا بودم. آره مهناز میگم من اینجا احساس میکنم ایرانم. من اصلا حس وطن داشتم باور میشه. چون گرم‌تر بودن مردمش. اون هم این که ساختموناش روشنایی خیابونا پهن شبیه ساختموناش خیابوناش که اینجوری بالا پایین میرفت اینا اصلا انگار خود تهران بود واسه من. اصلا خیلی عجیب بود. آقا اونجا 2 تا خونه بغل هم باشه شبیه هم نیستن. فرق داره معماریش. اصلا فکر معماری مثل ایران. یارو این یکی اومده نما آجوری 3 طبقه زده، این یکی اومده نما سنگ رومی زده مثلا 12 طبقه، بعد بغلش تک ویلاه، بعد نمیدونم بغلش دقیقاً اونجا هم همینجوری. مثلا قانون خاصی نداره. حالا آلمان الان برای شنونده ها بیننده ها میگم آلمان میگه آقا منطقه باید شبیه باشه. دقیقاً نمیتونی مثلا اگه الان یه ردیف خونه 3 طبقه است تو بیای توش 8 طبقه بزنی بهت مجوز نمیدم.
رنگ خونه ها رنگ خونه تو مجوز نمیدن. آقا ما سقف شیروانی مردیم اینجا، خب بارون هم البته زیاد میاد، ولی خب الان دیگه علم پیشرفت کرده، سقف صاف میتونیم بزنیم که یه شیب داشته باشه آب جمع شه. اجازه نمیده دولت بهش این شهر بزنه. ما اصلا با هواپیما وارد آلمان که یعنی مثلا نزدیکای ویسبادن که از ابرا اومد پایین، خب بعد تو این خونه ها می مونوپولی خونه هاش هستش بازی میکنی همه عین هم دیگه است. خب انگار اینا رو فرت اینجا رو ریختی، سقف شیروانی سفید یا کرم، سفید یا کرم، آیران اند برگ دور بزن ما رو. غلط کردم، من ویزا دارم 10 سال دارم برگرد. واقعا اینطوری بود واقعا. بعد ببین یه چیز جالب، به قول تو خیلی حرف جالبی زدی، این که اونجا کشور 72 ملته، خب حتی برای توازنش میاد لاتاری میذاره، میاد میگه امسال ایرانی مثلا 2000 تا، خب این لاتاری باعث میشه که یه توازن خارجی های اونجا، اصلا اینا خودشون هم خارجی بودن دیگه، اینا کلا همه جوره هست اونجا، نجات پرستی نه اصلا 300 400 ساله که در اومدن همشون از این اروپا تبعیدیا بودن رفتن اونور دیگه، مال اسپانیا بودن، مال انگلیس بودن، حتی آلمانیا هم بودن، همه هلندی اونجا میری میز بغلی داره روسی حرف میزنه. خب با این الان آمریکا با روسیه تو مشکله، ولی بین آدماشون نیستن. آره اصلا بین آدمای جریان دیگه ایه. و خب مثلا اینجا آلمانی حرف چه میدونم، روسی زیاد دیدیم، زیاد که نه، مثلا حالا میشد هر رستوران یه میز بود که روسی حرف بزنه، یه میز بود آسیایی، چینی مینی، حالا چشم آدومی، اینا با قول خودشون ایژین بودن دیگه، آسیایی بودن. 2 تا میزم ایرانی. حالا شرایط مثلا مارکت ها چه شکلی بود؟ مثلا باز بودن مارکت هاشون همونطور که حالا شاید بچه‌ها که حالا تو ایران باشن نمیدونن، من خودم یکی از چیزایی که اومده بود، باگایی که افتادش اینجا، خب من روزای اول اومده بودم نمیدونستم که مثلا یک شنبه ها اینجا تعطیل همه چی به جز حالا کافه و رستوران ها که حالا باز هستن، یا سر حالا مرکز دیگه یا سوپرمارکت هایی که حالا پریوات دیگه میتونن استفاده بکنن. اونجا چطور بود؟ اونجا یک شنبه باز بود؟ مراکز تجاری مثلا تا ساعت چند باز بودن؟ مرکز خرید مرکزهای خرید داره که میتونستی بری داخلش حالا خرید بکنید ببینید تا چه ساعتی بود؟ حسی که اونجا داشتید با حسی که تو آلمان داشتید اینم واسه بچه‌ها بگید، اینم فکر کنم واسهشون جالب باشه. مرکز خریدا که تا ساعت 9 شب باز بودن، یک شنبه هم همه چی باز بود، ولی خب فکر می‌کنم تا ساعت 8 مثلا بود، 1 ساعت 2 ساعت، ولی مثلا شنبه ها تا 10 شب اونجا جمعه شنبه مثلا تا 10 شب بازه. بعد رستورانی که همیشه باز بودن. ولی یه چیز جالبی که مثلا من شنیدم، خب ما اونجا دیسکو نرفتیم، ولی شنیدیم که دیسکوهاشون زودتر شروع میشن نسبت به اینجا. مثلا ما اینجا تا ساعت 12 میریم دیسکو، تا 5 اونجا تا 5 بازه، تا 5 بازه اینجا قانونی تا 5 بازه. میگم دیگه تازه 12 میریم تا 4 5 صبح. اونجا مثلا ساعت 10 9 10 میرن دیسکو، چون تا ساعت 1:30 فقط اجازه دارن باز باشن. یعنی 1:30 شب دیسکوها میبندن و مثلا از 2 دیگه اجازه مشروب فروشی نیست تو شهر. خب یعنی حالا دیگه دیسکو هم 1:30 میرن به بستن که تا 2 تعطیل کنن. آره خیلی جالب بود. مثلا دبی تا 3 بازه دیسکوهاش، آره تو دیسکوهاش هم مشروب هم میفروشه، اینجا هم تا 5 بازه. بعد اونجا سیگار کشیدن خیلی بد بود، یعنی همه سیگار رو هر جای دوست داشتن میکشن، قانون نه چیپ به قول خودم خیلی سیگار نمیکشیدن، سیگار نمیکشن. جوونا که همه چیزای بد میکشیدن، حالا به اصطلاح اونجا که آزاده و سیگار با مثلا اینجا مثلا تو بعد دیسکو بیای تو خیابون بوی سیگار امکان نداره نره تو دماغت.
دیسکو چه همین تو کوچه هم داری راه اصلا میری، ببین همین اونجا که جوون اصلا تو مبونا همه محوطه دارن میکشن رستوران که به دیگه. هیچ وجه حتی بیرونش هم اجازه میگه نداره. باید خوبه، میگه این باید قانون 10 خوبه. متر از رستوران بری اون آره، خیلی و وقت فاصله داره. 10 متر بری اون که دودش یهو باد نزنه بره تو رستوران. این قانونش خوبه. آره همونطور مثلا مشروب نوشیدن الکلی اینا توی مرکز خریدا کلا ممنوعه، یعنی تو خیابون آره. تو اجازه نداری همینجوری یه دونه آبجو بگیری دستت اینجوری بخوری و اینا. اینجوری. فقط تو محوطه رستوران اجازه هست، وگرنه توی جاهای دیگه، جاهای آزاد که مردم دارن راه میرن، تو نه اجازه نداری مشروب بخوری. این خوبه. بچه‌ای که حالا تو آلمان هستن، حالا بچه‌ای که تو ایرانن، اینجا رو خب ندیدن، خب چه شکلیه آزادیاشو واسهشون خیلی خوب الان روشن شدش که با این صحبتایی که شما کردید، حالا یه سری شاید مثلا بخوام برن به عنوان حالا دانشجویی یا به عنوان زندگی بخوام برن اونجا، برن آقا یه برن. سری هم آره اروپا آلمان. نه. حالا نظرتون راجع به زندگی آلمان و زندگی آمریکا چطوریه؟ کدومش رو انتخاب میکنید شما؟ خب ما که تو اگه آمریکا الان زندگی بخوای حرکت، نکردیم. آره الان مثلا بخوای حرکت بکنی، خب این بستگی داره. نگاه کن تو آمریکا من فکر میکنم برای کسی که مدرک تحصیلی نداشته باشه، پول نداشته باشه، فقط بخواد مثلا بیاد از اینجا چیزی صفر شروع بکنه، آلمان خوبه. چون اینجا صفر هم باشی خب میای بالا. ولی برای کسی که مثلا تحصیلات داشته باشه یا پول زیاد داشته باشه، بخواد بیزینسی را بندازه یا حالا هر چی باشه، آمریکا 100% بهتره. ببین آمریکا نسبت به اروپا بهشت مالیاتیه. یعنی تو هر چی بیشتر در بیاری کمتر مالیات میدی و اینکه کلا پکیج مالیاتی کارمند اینجا از 42%. یعنی تو هر چی در میاری توی مجرد و ما که 2 نفرمون داریم کار میکنیم یه کلاس، یعنی اسمش فرق میکنه ولی همون 42% رو داریم میدیم. البته که چون یه موقع اشتباه نفهمم اون 42% توش بیمه و بیمه بازنشستگی این چیزا هم بیمه بازنشستگی، بیمه درمانیه و بیمه بازنشستگی درمانی، بیمه مالیاتت مثلا این چیزا هم توشه دیگه. مالیات هم که بعضی هم که حالا بیمه عمرم که حالا روش اضافه میکنن. آره ولی این بیمه رو کی گرفته کی داده خدا میدونه. آره دیگه ولی جزوش هست. خب اونجا این چیزا رو نداره. با بیمه بازنشستگی و اینا حالا هر چی اصلا حساب بکنی کلا پکیج با 30% جمع میشه. یعنی 30% حقوق تو میره واسه اون قضیه. قسمت دومی که مهمه اینه که درآمد اونجا بالاتره. خب درآمد تقریبا 2 برابر اینجاست، 2 برابر یوروه. خب ولی اجاره خونه بالاست. اونم 2 برابر اینجاست. 2 برابر اینجاست. خب ولی خب درآمدش هم خب آره درآمد مواد غذایی اون چیزی که ما رفتیم دیدیم یه ذره اینجا گرونتره، ولی به نظرم کیفیتش خیلی بهتره. آخه اونجا هم باز مثل همین جایی که ما آلدی داریم، روه داریم، تگوت داریم، ادکا داریم و ادکا از همه گرونتره ولی کیفیتش بهتره. اونجا هم همینجا، اونجا حتی آلدی هم دارن که از همه چه ارزون تره. آلدی رو میگن تو مناطق محروم و آره مثلا خب چون سیاپوستا و اینا گذاشتن، مکزیکیا. مواد غذایی مثل اینجا که ما سوپرمارکت رو خودمون انتخاب میکنیم بریم گرون بخریم یا ارزون بخریم، اونجا هم همینه. آره کیفیت بهتر بخوای خب گرونتر، کیفیت نرمال بخوای ارزونش هم. بعد دیگه این خدمت شما عرض کنم که البته همه چی پکیجاش بیشتره. ما اینجا گوشت 400 گرمی جدیدن شده دیگه، یادت ببینید قبلا 550 بود شد 500 بعد الان شده 400. اونجا مثلا دیگه 2 کیلو 1 کیلویی به ندرت میبینی. شیر 2 لیتری بزرگ، همه چی خب سایزه بزرگ، همه چی سایزه بزرگ، چون میگه بخور حالشو ببر پولش هم بده. علاوه حالا اینکه آلمان خب خودت دیدی چه شکلی، حالا ما که اومدیم، حالا بچه‌ای که حالا جوون هستیم اینجا به کنار، علاوه که حالا خود آمریکایی‌ها که خب خیلی کمن دیگه اکثرا. حالا تو چه شکلی می‌بینی؟ آمریکا رو جوون می‌بینی، آلمان رو جوون می‌بینی، آمریکا رو پیر می‌بینی، آلمان رو پیر می‌بینی؟ این آلمان که همه می‌دونن.
نظر آلمان آدماش پیره. تو خیابون که راه میرفتی آلمان بیشتر جمعیتش بالای 60 ساله دقیقاً. خب اونجا ولی اینطوری نیست، بیشتر جوون بودن پس اونجا بالا ولی حالا تو 2-3 هفته هم نمیشه گفت، تازه ما خیلی هم خب مهمون بودیم اونور. ولی خب جوون زیاد میدیدیم، خیلی زیادتر از اینجا. حس زندگی کردن یه ذره چیزتر بودش. آره خب زنده تره کلا، زنده چون ببینش تایم باز بودن مغازه ها بیشتره. بعد یه چیزی که هستش اینه که شهر بزرگه، مثلا اگر بخوای لس آنجلس رو با فرانکفورت قیاس کنی اشتباهه. تو باید مثلا لس آنجلس رو با برلین قیاس کنی. برلین 4 میلیون جمعیت داره، لس آنجلس هم 4 میلیون. برلین بزرگترین شهر آلمانه، لس آنجلس حالا بزرگترین هم نیست حتی، ولی بازم لس آنجلس بزرگتره، حالا بازم از بزرگتر. بعد لس آنجلس مثل فرانکفورت و اینا نیستش که بگیم مثلا ما فرانکفورت میگیم میریم مرکز شهر. مرکز شهر یعنی چی؟ جایی که تمام مغازه ها هستن و لوکس و فروشگاه هست و تفریحات هم همه همونجا میتونی انجام بدی. حالا یکی دو تا منطقه‌های کوچیک جایی هستش که مثلا حالا یه سنتر یه جا باشه، فقط یه سنتر، یا مثلا یه چه میدونم خیابونی باشه که کوتاه بتونی برید 4 تا رستوران توش غذا بخوری. خب ولی اونجا تو هر منطقه یکی دو تا شاپینگ سنتر بود، شاپینگ مال بود، مرکز خرید بود. بعد بزرگ، یعنی نه تنها خود مرکز خرید بزرگ، همه مغازه ها هم بزرگ. یعنی یه مغازه کافه فروشیش کافه نورمال مثلا میخواستی بگیری که توش هم مثلا نونوایی هم بود، چیزای مخصوص خودشو داشت، چه میدونم اندازه یه H&M اینجا بود، بزرگ بود، همه چی بزرگ بود. میدونی مغازه ها بزرگ، رستوران ها بزرگ. جالب بودش. من به آرش میگفتم مثلا ما اینجا حوصله‌مون سر خب فرانکفورت کوچیکه، تو مثلا میدونی کجا فقط میتونی بری. اونجا بازم من با تهران مقایسه میکنم، مثل این که مثلا یه روز حوصلت سر میره میری شهرک غرب، یه روز حوصلت سر میره میری شمرون، یه روز حوصلت سر میره میری دربند، میری ستارخان، میری چه آیاشه، همش یه جا نباید بری، چون اونجا هم همینجا آسفال تفریح زیاده، هر منطقه واسه خودش مثلا یه چیزی داره، اون مدلیه. یه سوال دیگه هم داشتم، این که خب همونطور که میدونید خب آلمان خب رانندگی کردن تو اتوبان‌ها یکم اینجا به مشکلم برمی‌خوره. سوالی خیلی جالبی پرسیدی. اصلا بذار من سوالت اینطوری تمام کنم. آقا تفاوت رانندگی رو میخوام بین دو تا بگم، چون من کف و خون قاطی کردم اونجا. روشنایی خیابونو اصلا آقا روشن، اصلا فرض کن 2 تا روز تو میخوای، من چون اونجا نشستم پشت 2 روزشو نشستم دیگه. آقا یکی که گردش به راست رو هر 95% چهارراه‌ها میتونی آزادی بری، آزاد ببیچ ایران خدا. آره برو گردش به راست آزاد. رانندگی هم تهران میگه شور داشته باش، منگول نباش، ترمز کن، نگاه کن، ماشین نمیاد برو، بی خودی وای نستا. اینطوری نیست این برو نگاه کنی بعد وایستی چراغ رو نگاه کنی بعد دوچرخه نه دوباره پیچیدی دوچرخه نه، اونا اصلا دوچرخه ندارن، کسی با دوچرخه رد نمیشه اونجا. اونجا ببین دوچرخه سوار دارن. خب من خیلی دیدم این ماشینا پشتشن دوچرخه انداختن، ولی جای مخصوص دارن. اصلا مخصوص چیه؟ یا میرن مثلا یه قسمت هست به قول تو حالا مخصوص، مثلا اینطوری بگم لب ساحل دارن، جاده مخصوص دوچرخه لب ساحل دارن، جاده مخصوص تو کوه دارن. بابا اصلا تفاوتش نیم ساعت. این ور میتونی بری انتخاب کنی کوهو بری بالا، یا این ور بری لب اقیانوس بری دوچرخه سواری کنی. آدم واقعا خداییش آدم پراش میریزه دیگه با این حق انتخاب. خدا فکر کن تو خیابون اصلا تو خیابون نمیبینی، تو خیابون بخوای به راست پیچی حالا حواست باشه، ولی اینکه اینطوری شولتبلیک که ما میگیم که گردن بشکنه، شولتبلیک ندارن که هیچی. تو اتوبان سبقت از راست آزاده. ایران خودمون دیگه قشنگ یهو میبینیم راست رفت. نورانی بودنه اینش خوبه که جاده رو قشنگ میبینی، لذت رانندگی در شب هم داری، ولی اینجا یه ذره سخته. کسایی که حالا میخوان تازه بیان بابا اتوبان تاریکه با نور چراغ ماشینت باید روشن میزنه. آره
دیگه بهت بگم آها اینو بس. چرا قرمزاشو چه شکلی بود داره؟ چرا قرمزاشون این ما اینجا نبود که اینطوری گردن؟ ببین چراغا اون دست خیابون بود. ولی چیزی که من نگاه کردم این بود که یهو می‌دیدی 6 تا چراغ زیر همه. تو آلمان معمولا اگه 3 تا چراغ مثلا اینجاست بقیه هم مثلا بغلشه، بیشتر از 3 تا پایین نمیاد، ولی اونجا 6 تا رو هم بود. بعد مثلا اول دوم سومی که همون 3 تای نرماله، بعد مثلا گردش به راسته، نارنجی گردش به راست، سبز گردش به راسته، بعد یا مثلا قرمز فلان به راست توش فلش داره، به راست به چپ، یا مثلا یه چون اونجا چیز مثلا غیر از 4 راه 7-8 راه هم بود، یعنی مثلا دوباره میونه ها اینجوری بره بالا به جای که صاف بره بالا، اونم داشت و اون دست خیابون بود. یعنی تو دیگه لازم نبود هی اینجوری جلو عقب کنی. آینه این آینه وسط هم یهو زرت میفته اونجا، حالا بیا ببین کجا رو میخوای ببینی، دیگه نمیتونی ببینی. بعد کامرای ماشین حالا همه که چیز همه ندارن که حالا سخت چیز هم ندارن که حواله سخت. اون ور بود که ببینی راحت دیگه. بعد اینو میخواد بگم، همون اتوبان که گفتی، رو اتوبان اینا مثل که خیلی مثل خط قرمزشونه. تلفن حرف بزنی بالا سر 3 سوته با موتور بالا سرت. حالا چه جوریشو نمیدونم. خب همونجا دوربینه دیگه. آره دوربین زیاد داره اونجا، دوربین خیلی زیاد. نه که دوربینی که بلیتزر نه دوربینه که کنترل. آره اونجا نگاه میکنم مثل که یارو میگن فلانی مثلا داره تلفن حرف بزنه. 1 2 حتی با ایرپاد هم نمیشه صحبت. نه چرا با همش دستت نبینه. خب 2 این که آقا اونجا اصلا این دوربینی که به خاطر سرعت جریمه بکنه ما که ندیدیم. ندارن که یه دونه تو اون اورنج کانتی دیدیم، یه دونه من تو اون لبه آبش که یه دونه بود. خب یه دونه بود، ولی کم بود. رعایت میکنن در اصل. نه اصلا رعایت هم نمیکنن. ببین اونجا یکی از شغلای پردرآمد وکیل تصادفات، برای اینکه ثابت کنه تو چقدر رفتی یا طرف چقدر رفته، طرف چه اشتباهی رو تو رانندگی شده. چون اونجا گرفتن گواهینامه رانندگی آمریکایی خیلی ارزون و خیلی ساده است. کلا میگن مثلا 100 چند گفت سوال داره، 110 تا سوال داره، باید بشینی بخونی 10% سوالای آلمان. خیلی ارزونه. بعد $200 $300 همینجوری. رانندگی مثلا اجباری، تمرین اجباری قبلش نداره، سوالو میخونی اوکی بود، همون لحظه بیا برو رانندگیت هم چیز کن. واقعا این خیلی خودشون تو حالا با ماشین باباه میان تمرین یاد میگیرن. آره چون دیگه مثل اینجا آی مواظب دوچرخه باش، آی از این ور دوچرخه نیاد، آی این ور اینجوری نشه، از آسمون نیاد، اینا نداره. ولی اما ببین اتوبان معروفشون 405 405 که خودشون میگن 405 دیگه، آسفالتش افتضاح بود، انگار کف من ندیدم. تو آلمان هم که میگم آسفالت آلمان نسبت به دبی افتضاحه، تو آلمان هم ندیدم همچین آسفالت افتضاحی. ببین اصلا بلوک بود. بعد این بلوک ها می اومد نزدیک همه تلک تلک صدا می‌برد. تو با سرعت که میاد این صدا همیشه با تو بود. این گرمای هواست که آسفالت ترک میخوره، خیلی زیرسازی‌هاشون به مشکل. ما تو ایران هم یه همچین چیزی رو داریم، گرمای هوای زیاد، ترک آسفالت رو داریم، رانش زمین رو داریم، جایی که کوه داریم ما یه سری این چیزا رو داریم دیگه. پاره چاله چوله. یعنی تا تنها ایرادش این بوده. یعنی بابا آسفالتش همش اصلا ببین همون بهتر که نمیتونی با سرعت بری، چون هی با سرعت میرفتی صدا بیشتر میاد دیگه، اینطوری میشه. بعد مثلا یهو میبینی دیپ افتاده توی چاله. اصلا حسمو ایرانه داری. میگم دیگه اصلا آسفالت حالا اتوبان، حالا آسفالتای تو شهر
دیگه اون تلق نداره چون دیگه آسفالت. اون اصلا بلوک بوده. تو مثلا میدیدی اینجا مثلا بلوک های مربعی مثلا 5 متر در 5 متر رو قشنگ تشخیص میدادی. خب آسفالت های تو شهر هم حالا جاهایی که مثلا قسمت همین بیورلی هیلز و اینا اوکی بود پرفکت نبود. یه ذره ما مثلا یه روز رفتیم سینما داخلتر شهر شدیم، اون مرکز شهری که خب 3 ساختمونه خیلی بلند داشت و دیگه بالا خودشون دیگه خیلی دیگه منطقه میشه که دیگه خیلی میره پایین و اینا. البته اولش بودیم اونجاها که دیگه نگم برای مثل این مسابقه ها این چاله ها رو اینطوری رد میکردی که ماشین توی این چاله ها نیفته. میگم وضعیت آسفالت افتضاح، ولی ریلکس. تابلو زده اینجا 30 مایل بیشتر نری، همه دارن 50 مایل میرن. تابلو زده 50 مایل بیشتر نری، همه 65 مایل دارن میرن. خیلی چیز سختی بود، یعنی سخت که نبود، یعنی منظورم اینه که رانندگی آسون بود به شرطی که چاله نداشته باشی. آره خیلی باحاله. اما خواستی به راست پیچی بپیچ، سبز برو فلان. خلاصه اینم از این دیگه. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، آقا سانتیمنت ندارن، اینچ دارن، نمیدونم یارد دارن، فوت دارن، فیت دارن، نمیدونم هواشون درجهش فرق میکنه، سرعتشون مایله، دو شاخه هاشون فرق میکنه دیگه، گرد نیست. اما حالا ایران و آلمان یکیه، 2 تا گردی، اونا 2 تا خط، یکیش کوچیک بزرگتره، طرف درستش. کلا یه دنیای دیگه، یعنی اونجا میخوای بری بعد همه چی تو یه جوری عوض بکنی، تغییر بدی، اصلا چی داشت بده. بعد همین اندازه ها رو یاد گرفتن خیلی سخت بود واسه من. خلاصه اینطوری دیگه بچه‌ها. اینم از قسمت 40. فکرشو میکنین 40 قسمت رو بزنیم؟ خدا وکیلی ما الان 40 تا رو زدیم. نه چرا، من فکر میکنم زودتر بزنیم، ولی خب ما وسطش خیلی یهویی مثلا 2 هفته نبودیم و یه ماه نبودیم. کارهای خودمون و این داستانا خیلی اذیت شدیم. بعد ما فقط فوکوسمون هم آخه روی این نبود که الان ما ولاگمون هست، نمیدونم کنسرت ها هست، نمیدونم خیلی برنامه‌ای بوده که گفتگوهامون هست. آره خلاصه بچه‌ها دمتون گرم تو این 40 قسمت. اگر 1 سال آره تو این 1 سال اگر ما رو حتی یه قسمت ما رو هم دیدین دمتون گرم. برنامه دلیه، بارها گفتیم دیگه، همین که شما ویو میکنید برای ما کافیه. حالا اگه لایک هم بکنید که دیگه ممنونتون میشیم. اگه زنگوله هم بزنید یه ماچ براتون میفرستیم. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. زنگوله و لایک و شیر و فالو اینا هم یادتون نره. مواظب خودتون باشید، هر جا که هستین سلامت باشید. سلامتی بهترین چیزه. شب و روزتون بخیر تا برنامه بعدی. خداحافظ. آقا پس یه دونه